صبر یکی از درس‌های بزرگی است که رمضان به انسان میده. صبر در مقابل گرسنگی، صبر در مقابل تشنگی، صبر در مقابل اذیت و آزار دیگران. گفتیم لحظات پیش کسی بهت فحش میده، توهین میکنه، تو صبر میکنی، چیزی بهش نمیگی. خسته‌ای، بیحالی، احساس ضعف و ناتوانی میکنی، صبر میکنی، تا مغرب صبر میکنی. میری کار میکنی، محل کار شلوغی است، کار است، فشار کار رود هست، اما صبر میکنی. رمضان میخواد به ما درس صبر بده. صبر. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انسانهای صابر، صبرگزار، صبور اجر و پاداش بی پایان دریافت میکنن. وقتی گفت به غیر حساب یعنی چی؟ یعنی 1 نه، 2 نه، میلیون نه، میلیارد نه، تریلیون نه، بی حساب. یعنی شما نمیتونید حسابش بکنید. یکی از شما میتونه مثلا بره ریگ های بیابان، فلان بیابان رو حساب بکنه؟ نمیتونه، چون بی حساب ریگ است در اونجا. اما همون بیابان ریگش بی حساب نیست، برای شما بی حساب است، اما حقیقت بی حساب نیست. اگر ماشینی یعنی تکنولوژی پیدا بشه، یا الله سبحانه و تعالی میدونه که چقدر در اونجا ریگ هست، پس بی حساب نیست. اما کسی که صبر میکنه اجر و پاداشش بی حساب است. شما تصور کنید الان 2 عبادت بزرگ با هم یک جا شده، روزه و صبر. روزه گرفتی، الله سبحانه و تعالی میگه اجرشو من میدم. وقتی گفت اجرشو من میدم یعنی چی؟ یعنی شما تصور کنید دیگه، ذات اقدس الهی، آفریدگار جهانیان، عرض پوزش، میگه من اجرشو میدم. یعنی ننویسید 1 حسنه و 10 حسنه و 700 حسنه ننویسید، من میدم، بذارید که من میدونم که چی بهش بدم. و همچنین در اینجا میگه که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بی حد و بی حساب، بی حساب و بی کتاب براشون پاداش داده میشه. الان در روزه هر دوی اینا با هم جمع شده، هم صبر است و هم روزه است. و بزرگترین درسی رو که ما از روزه ماه مبارک رمضان میگیریم این است که ما باید صبور باشیم. انسان مسلمان، انسان مؤمن باید صبور باشه در مقابل مشکلات، در مقابل سختی ها، در مقابل فشارهای زندگی روحی، روانی. یک انسان مسلمان نباید بدون تفکر و تعقل از کوره در بره. یک انسان مسلمان باید در مقابل مشکلات و سختی ها تحمل داشته باشه، چون پاداش این صبر و تحمل به غیر حساب است، بی اندازه است. در رمضان بزرگترین درس صبر است که تو در مقابل گرسنگی، تشنگی، انسانها، برخوردها در اجتماع، در محل کار، در کوچه، بازار، خیابان، در خانه، در همه جا صبر میکنی. پس همین صبر رو باید در زندگی عملی خودت نهادینه بکنی. در مقابل هر چالشی که در زندگی با آن روبرو میشی، در مقابل هر سختی و مشکلاتی که در زندگی باش روبرو میشی، باید صبر رو پیشه کنی. این صبر است که میزان تقوا و پرهیزگاری شما رو آشکار میکنه. این صبر است که به شما اجر و پاداش بی پایان در نزد الله سبحانه و تعالی صبر میکنه. الله سبحانه و تعالی به ما و شما عزیزان روزه‌ای که در آن تقوا باشد، صبر باشد، ایمان باشد، وقار باشد، آرامش باشد، شکرگزاری باشد نصیب بکند.